اونایی که بچه زیر 7 سال دارن یا خدا ایشالله دوره بهشون میخواد بچه بده، توجه بکنن بچه زیر 7 سال باید آزادی مطلق داشته باشه. بچه باید زیر 7 سال غرق محبت باشه. فرمول طلایی: محبت به علاوه احترام میده دلبری از بچه. این فرمول تسلط بر بچه در دوره 7 سال اوله. خونه مام بزرگو چرا از خونه شما بیشتر دوست داره؟ چون ناصرالدین شاه. خب بچه‌م آزادی مطلق داره، یعنی هر کار دلش خواست بکنه. دقیقاً هر کار دلش خواست باید زیر 7 سال بکنه. 2 تا کار زیر 7 سال نباید بکنه: یک کار زشت، 2 کار خطرناک. کار زشت یعنی چی؟ یه دفعه لخت مادرزاد شه، بچه 6 7 ساله هم نباید بکنه. البته کار زشت متناسب با سن و جنس خودش. یه دفعه کاری که از نظر شما زشته نمیتونی بگی نکن، برای این بچه زشت نیست. 2 کار خطرناک: چاقو گرفته دستش داره دنبال بقیه میکنه، یه دفعه یه کاری بلایی سر خودش یا دیگران میاد. چطوری چاقو رو از دستش میگیرم؟ پس گردنی. درسته؟ نه، با یه اسباب بازی جایگزین میکنیم، یه کاری شروع میکنیم به بازی، حواسش رو پرت میکنیم.